منابع خبری از بروز درگیری در یکی از میدانهای شمال شهر تهران بین پلیس و همینطور حامیان میرحسین موسوی خبر داده بودند. کسانی که به نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور اعتراض دارند و خبرگزاری ها در واقع این درگیری ها رو جدیترین ناآرامی در تهران در یک دهه گذشته خونده بودند. این تصاویری که می‌بینید آخرین تصاویری هستش که از تهران به دست ما رسیده و در اون نیروی انتظامی و همینطور مأموران لباس شخصی رو می‌بینید که با معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ایران درگیر شدند. این تصاویر لحظاتی پیش به دست ما رسیده و آخرین تصاویری هستش که از درگیری‌ها در سطح شهر تهران منتشر شده. موسوی